لوجه الموت قد وقفوا وما لانوا ولا ضعفوا ترى في الزحف واقفهم. در چی فهمیده استی خو مولانا فایز سایکو؟ من این قرآن میگم من از این 1000 غلطی میکشم. این حداقل 6-7 ماه شد تو کثافت نامدی که بگوی شفیع چرا تو ایره میگه غلطی داره؟ این کتاب خداسی غلطی نداره، بیا اینا مکتت مناظره میکنم. نه از قرآن دفاع نمیکنی. ما آمدیم میگیم اینی احادیث که این سیرت رسول الله را میگم، بیا که بر تزریزی تاریخ بخوانیم که محمد دزد بود، علی دزد بود، ابوبکر دزد بود، عمر دزد بود، عثمان دزد بود. بیا غزوات محمد از روی کتاب میخوانیم. بیا و ما بر تزریه این صحیح بخاری میگم که تمام گپای اسلام دروغ است. تو سیکو از صحیح بخاری دفاع نمیکنی، از قرآن دفاع نمیکنی که محمد دزد میگم تو دفاع نمیکنی. اما برای کی گریان میکنی؟ برای انصاری. شما کلتان شخص پرست هستین. شما با خدا ایمان ندارین، شما با قرآن ایمان ندارین، شما به صحیح بخاری باور ندارین، شما به تاریخ اسلام باور ندارین. در دلتان میفهمین که محمد دزد بود، علی دزد بود، ابوبکر، عثمان اینا کلگیشان دزد بود. قرآن هزارها غلطی داره، میفهمین. از این خاطر نمیایی. اگر نه که فکر میکنی که نه نداشت، بیا حالا تو از انصاری دفاع میکنی که یک شخص بود، از محمد دفاع نمیکنی. یکیت نمین که از محمد دفاع کنین. از قرآن میگم قرآن غلط است، کتاب خدا نیست. تو نمی که بیا شفیع اینا ما کتمه گفت ده که غلط نیست. چرا نمی؟ شما نه سر قرآن پابند هستین، نه سر حدیث، نه سر محمد، نه سر از چیزا. شما قرآن یک پالان جور کردین، قرآن یک پالان جور کردین، ما را خر جور کردین، سر ما انداختین، 1400 سال بارتان بردین. شما قرآن چنگک جور کردین، ما را ماهی از دریا گرفتین برای خوردنتان. تمام دار و ندار ما را چور انداختین در این دنیا، برای ازی که دو دنیای نه در قرآن میگه باز دو دنیا تو را برات بچه میته تو غلمانا نافته نمونه تا یک رقم و غلمان میمانی. برات شرم است که تو انوز آمدی قمیان تو گپ میزنی. این اما تو را چالش میتم شخصی. تو خود حالت خود گل زده بودی، نامدی که از قرآن دفاع کنی، از حدیث، از